بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمدلله. امروز درسی 58 ماست که آخران درسی این کتاب می باشد و در این درسی آخران ما از باب اعتکاف می گذاریم که آخران سبقی کتابی الصوم می باشد و با همین درس انشاءالله که 3 بخشی مهمی فقه و درجه ابتدایی به انتها می رسد. مؤلف میگوید رحمه الله باب الاعتکافی، باب اعتکاف. اعتکاف خودش چیست؟ در اینجا می آید، برای همین ترجمه کردنش لازم نیست. میگوید هو الاقامة بنیته فی مسجد تقام فیه الجماعة للصلوات الخمس. اعتکاف آن است که انسان با نیتی مخصوص، با نیتی مخصوص میتوانیم بگوییم در مسجد اقامت کند. کدام مسجد؟ میگوید فی مسجد تقام فیه الجماعة، در مسجدی که نمازهای 5 گانه با جماعت در آن برپا می شود. فلا یصح. خب پیش از آن که ادامه بدیم، این تعریفی چی شد؟ تعریف اعتکاف. و میگوید که فلا يصح في مسجد لا تقام فيه الجماعة للصلوات على المختار. پس از این رو اعتکاف کردن در مسجدی که در آن نمازهای 5 گانه قائم نمی شود یا برپا نمی شود جایز نیست، یعنی اینکه صحیح نیست. على المختار طبق قولی انتخاب شده، یعنی که این قولی مختار هست یا قولی انتخاب شده هست در مذهب حنفی. خب تا اینکه معتکف در اینجا یک لغتی نو هست، نویسید معتکف اسم فاعل از اعتکاف هست، یعنی شخصی که اعتکاف میکند. تا اینکه معتکف یعنی که اعتکاف کننده برای هر نماز مجبور نشود که یعنی از همون مصلی یا از جایش بیرون شود و رود به مسجد. برای همین وقتی که در خود مسجدی نماز 5 گانه هست، در همونجا نماز خود را میخواند. و میگوید وللمرأة الاعتكاف في مسجد بیتها و هو محل عینته للصلاة فیه. یعنی در مورد اعتکاف زن میگوید که زن در همان مسجد در اینجا اسم مفعول هست از بر وزن مفعل، یعنی که از سجده یسجدو بر وزن مفعل، یعنی که سجدگاه یا جایی که سجده کرده می شود یا جایی که نماز خوانده می شود. پس میگوید که زن در مسجد خانه‌اش میتواند که اعتکاف کند، یا من روشن‌تر بگویم و برای زن اعتکاف کردن در همان مکانی نمازخانیش هست که در خانه‌اش هست، در مکانی سجدگاهی خانه‌اش است. یعنی زن میتواند در همان مکان، در همان کنجی خانه‌اش یا در همان مکانی که برای نماز خواندن مقرر کرده هست یا اکثرا در همانجا نماز میخواند، در همانجا میتواند که اعتکافگاه خود رو مقرر کند. خب و مسجد چیست؟ در اینجا میفهماند که البته من در ترجمه برای شما گفتگی هستم. مسجد خانه‌اش که مسجد هو محل آن جای می باشد عینت هو که یک زن او را مقرر کرده است، معین کرده است. عینت در اینجا ببین با صیغه واحد مؤنث هست. عین یعین، عین فعل ماضی، عین عینا عینو عینت واحد مؤنث غائب هست. پس یعنی که زن او را مقرر کرده است برای نماز خواندن در آن. این شد تعریفی اعتکاف یا چی بودنی اعتکاف. پس زن برایش ضرورت نیست که به مسجد رود یا در مسجد جماعت اعتکاف خود را کند. والاعتکاف على 3 اقسام. این بود تعریفش. اکنون این نوعهایش هست. اعتکاف 3 نوع دارد. واجب فی المنظور، میگوید که اولا اعتکاف یکم نوعش اعتکافی واجب هست، یعنی اعتکافی که به درجه واجب حساب می شود و این آن اعتکافی را گفته می شود که در نظرها گفته می شود یا اعتکافی نظر شده. اعتکافی منظور وقتی که انسان نظر می بندد یا نظر می کند که من، یا اینکه معلق باشد یا مطلق باشد، من برای الله
اعتکاف میگیرم، اعتکاف میکنم، یا اگر معلق باشد اگر بیمارم شفا یافت من 1 روز یا 5 روز اعتکاف میکنم، این شد اعتکافی منظور و این واجب هست پورا کردنش. دوم و سنت کفایت مؤکده، سنت مؤکده کفایه في العشر الأخير من رمضان. خب یعنی چی؟ درجه دوم این اعتکافی می باشد که اعتکافی سنتی مؤکده حساب می شود، اما این به درجه سنتی کفایه حساب می شود. یعنی که من برای شما گفتگی هستم که بین سنتی کفایه و سنتی یا اینکه بین فرض العین فرض الکفایه چی فرق هست. یعنی درباره کلمه کفایه و عین من برای شما فهماندگی بودم. سنت کفایه و سنت عین هم، کفایه در اینجا همون معنا رو دارد که اگر در یگان محله، اگر بعضی مسلمانان در محله آن را انجام دهند، این سنتی مؤکده از دیگران ساقط می شود. خب و این کدام اعتکاف رو گفته می شود؟ اعتکافی که باید در 10 روز آخری رمضان کرده شود. در هر یک محله که در آنجا مسجدی جامع هست، مسجدی نماز 5 گانه هست، در آنجا باید بعضی نفرها، بعضی مردان این سنت کفایه رو باید پورا کنند. این شد دوم نوعی اعتکاف. سوم نوعش مستحب هست، فیما سواه، هر نوعی یا با هر نیت دیگری که اعتکاف کرده شود. خب غیر از این 2 نوعی اول، هر اعتکاف دیگر مستحب هست. خب اکنون میگوید که والصوم شرط لصحة المنظور فقط، چون که در اینجا سوال خلق می شود که آیا برای این 3 نوعی اعتکاف آیا روزه داشتن در وقت اعتکاف آیا شرط هست؟ پس در اینجا مؤلف همین سوال رو جواب می دهد. می گوید که روزه داشتن شرط هست تنها برای صحیح شدنی نوعی منظور فقط. یعنی این نوعی یکمی اعتکاف رو که می بینید در اینجا، نوعی واجبش تنها برای پورا کردن نظری واجب، بخشش تنها برای پورا کردنی یا برای درست کردنی اعتکافی نظر یا اعتکافی واجب که مربوط بر نظر می باشد، تنها برای او روزه داشتن شرط هست. برای این 2 نوع دیگرش شرط نیست. خب لصحة المنظور فقط و اقله نفلا مدة یسیرة، و از همه کمترین مدتی اعتکاف می تواند که حتی یک وقتی خیلی کم باشد، یعنی شرط نیست که پورا روز باشد. خب کمترین مدت اعتکافی نفل وقتی خیلی کوتاه می تواند باشد، ولو کان ماشیا، حتی اگر انسان در حالتی قدم زدن و راه رفتن هم باشد، علی المفتى به، طبقی قول مفتى به. در مذهب حنفی برای اعتکاف نفل مدتی معین وجود ندارد. حتی اگر شخص برای مدتی کوتاه با نیت اعتکاف در مسجد بشیند یا در درس حتی بشیند، در مدرسه بشیند، از همان وقتی آمدش تا انتهای درسایش، این اعتکاف نفلی حساب می شود. خب برای همین است که در درس یک همسینف داشتیم، کلان سالتر بود، همه وقت که درس آغاز میشید یا در مدرسه می آمد میگفت که نیت اعتکاف کنید، یعنی نیت اعتکاف بیایید که نیت اعتکاف کنیم تا اینکه اعتکافی نفلی حساب شود. خب پس شما هم میتوانید که هنگامی درس دادن، درس خواندن، درس گوش کردن، چون که درس علم گرفتن یا علم رو نوشتن یا با علم مشغول بودن، این به خلاف قاعده های اعتکاف نیست. اعتکاف رو نمیشکند بلکه ثواب دارد. پس در هنگام مشغول شدن با این کارها میتوانید نیت اعتکافی نفلی کنید. خب و میگوید که اکنون از اینجا ادامه میدهد به چیزهایی که باید کرده نشود هنگامی اعتکاف، یعنی گویا که چیزهایی که اعتکاف رو میشکنند. میگوید ولا یخرج منه الا لحاجه شرعیه. اکنون این در موردی مخصوصتر این برای مردانی هست که در مسجد هستند، پس این رو یعنی در نظر بگیرید. اما برای زنها هم تا یک درجه دخل دارد. ولا يخرج منه إلا لحاجة شرعية كالجمعة. معتکف
از مسجد بیرون نمی رود، از مسجد باید بیرون نشود مگر برای حاجت شرعی کل جمعتی. مثلا در آن مسجدی که اعتکاف میکند اگر نماز جمعه قائم نشود، پس میتواند که به مسجد جامع رود، به مسجدی رود که در آنجا نماز جمعه قائم کرده می شود، خوانده می شود. این جایز هست و اعتکافش نمیشکند. این از سبب شرعی یا حاجت شرعی. یا میگوید او طبیعیت، یا اینکه حاجت طبیعی به مانندی یعنی طبیعتش، از فطرتش، از انسان بودنش، حاجت انسانی کل بول به مانندی یعنی پیشاب. خب او ضروریت یا حاجت ضروری. ببینید در اینجا 3 کلمه آمد، بهت مهم هست که اینها رو به نظر بگیرید. خب این شد حاجت شرعی، حاجت طبیعی، حاجت ضروری. خب و برای هر یک کدامش مثال آورد در اینجا مؤلف. حاجت ضروری کدامش حساب شد؟ کن هدام المسجد، به مانندی منهدم شدنی یا چپه شدنی مسجد، به مانندی چپه شدنی مسجد یا چپه شدنی سقف مسجد یا دیوار مسجد، یا مثلا دیگر مثال ها هم هست در اینجا. خب و در اینجا بعضی دیگر مثال ها هم هست که در ما تحت ضروری داخل می شود. مثلا اگر کسی خوف داشته باشد، خوف به جان خود از طرفی یگان نفر، از طرفی مثلا یگان حیوانی باشد، درنده باشد، یا خوف دزدان باشد، خوف راهزنان باشد. این از بعضی مثال های دیگری که برای حاجت ضروری من به شما دادم. و اخراج ظالم کرهن. خب میگوید که و این چنین اگر مثلا شخص ظالمه او را اخراج کند یعنی بیرون کند. ببینید اخراج بر وزن افعال هست با خاصیتی تعدیه. این گپی صرفی هست، یعنی که خرج بر وزن افعال آمده است، یعنی که این عمل، این کار، این فعل به یک کسی دیگر کرده می شود. یعنی در اینجا فاعل کی هست؟ در اینجا فاعل همون ظالم هست، یعنی بیرون کردن ظالم او رو بیرون میکند کرهن از راهی مجبوری. و تفرق اهل المسجدی. خب دیگر مثال ها رو در اینجا میارد، یا اینکه پراکنده شدنی اهل مسجد. و خوف على نفسه او متاعه من المكابرین، یا اینکه خوف بر نفس خود یا بر متاع خود، بر چیزهای خود، من المكابرین از نفرهای خطرناک. فیدخل مسجدا غیره من ساعته. در این حالت چی باید کرد؟ با مسجد دیگری فوراً گذارد. در اینجا فیدخل پس بگذار که داخل شود به یک مسجد دیگری، با مسجد غیر از آن، من ساعته، من ساعه یعنی فوراً، از همان ساعت یعنی فوراً. فین خرج ساعتا بلا عذر، اگر فوراً خارج شود یا اینکه منتقل شود یا گذرد به مسجد دیگری که در آنجا یعنی امن هست، فسد الواجب. بخشش اگر خرج ساعتا بلا عذر میگوید که اگر به عذر حتی یک مدتی، در اینجا ساعت نوشتگی است اما این هدفش این نیست که 1 ساعت، هدفش این است که حتی برای یک مدتی کوتاه هم خارج شود به یگان خل عذر، این اعتکافی واجبش فاسد میگردد. و انتهى به غیره. خب و به پایان میرسد، و به پایان میرسد دیگرش، یعنی دیگر نوعی اعتکاف. خب باید از سر نو آغاز کند و واجبش فاسد می شود. یعنی که اگر عذر داشته باشد پس باید به دیگر مسجدی و دیگر مکانی منتقل شود فوراً. اما اگر عذر نداشته باشد و بیرون شود از مسجد، واجبش فاسد می شود، اعتکافی واجبش فاسد می گردد. خب و اکنون میگوید و اکل معتکفی. این بود بیرون شدن در وقت اعتکاف. چگونه یعنی به زن چگونه دخل دارد نمیدانم، در زن
و فکرم با خصوص گپ نمیزند، اما این گونه تصور کنید که زن همان کنج، همان کنج خانه یا همان منطقه اتاقش را یا غرفهش را که مقرر کرده است برای اعتکاف، اگر از همان کنج بیرون شود به ضرورته، خب و مخصوصا باز از خانهش بیرون شود به ضرورته، به این ضرورتی طبیعی یا شرعی یا ضروری، اعتکافش میشکند. اما اگر مثلا تا آشپزخانه رود و یک برای خودش خوراک گیرد یا آب گیرد، دوباره برگردد به کنج خانهش، این واقع ندارد. اگر کسی باشد که به او خوراک داده تواند، مخصوصا وقتی که روزدار هست، برای یک چند روز باید در اعتکاف بشیند و نمیتواند که در وقت شام یا نزدیکی شام خوراک تیار کند به نزدش بیارد، یگان کس میتواند که به او بیارد. من و مادرم وقتی که یعنی جویا بودم با مادرم اعتکاف میکردیم، وقتی که من اعتکاف میکردم مادرم برای من به نزدیکی شام خوراک می آورد، از پشت در میداد در یک پتنوس، و وقتی که مادر می اعتکاف میکرد من همین خیل میکردم. نه یکم خیل گپ میزدیم، یعنی یکم خیل گپی بیهوده، نه یکم چیز، همین خیل خوراکش رو میدادم یا در پشت درش میگذاشتم، تمام. که در اعتکافش، در قرآن خوانیش، در عبادتش تمرکز کند، یعنی من خلل نرسانم. اکنون در اینجا از اینجا درباره میبینیم اکل میگوید، خوراک، شاید دیگر احکامی که مربوط به معتکف هست در اینجا بیان میکند. اکل المعتکفی، خوردنی معتکف، شربه، نوشیدنش، نومه، خوابیدنش، و عقده البیع، و این چونین خرید و فروش کردنش. عقد یعنی عقدی بیع کردن، عقدی خرید و فروش کردن. لما یحتاجه لنفسه، برای اون چیزی که احتیاج دارد برای نفسش، برای خودش، یا برای عیالی عائله‌اش، فی المسجدی، در مسجد. چی معنی؟ یعنی که در اینجا حکمش رو نگفته است، اما هدفش این است که جایز هست این کارها رو کردن. یعنی معتکف میتواند در مسجد بخورد، بنوشد و بخوابد. البته همین کار رو میکنن معتکفان مسجد، زیرا برای اقامت در مسجد نشسته است و اینها با احتیاجاتی زندگی میباشند. تمام اینها از احتیاجاتی زندگی میباشند و میتواند برای نیازهای خود یا اینکه نیازهای اهل خود، اهل خانهش، خرید و فروش انجام دهد. چون که این مقصد از اینجا خرید و فروشی یعنی همین خیل عمومی نیست، بلکه خرید و فروشی محدود برای احتیاجی شخصی میباشد. و میگوید و کره احضار المبیعی و کره عقد ما کان للتجارتی، و مکروه هست احضار المبیعی، همون چیزی که خریده است، یعنی حاضر کردن مال در مسجد، آوردن مال برای خرید و فروش مکروه است. یعنی خودش باید مال خود را به مسجد نآورد برای خرید و فروش. میتواند مثلا بفروشد با زبان یا پولش را بگیرد اگر نیاز داشته باشد برای خرید طعام یا اون چیز، اما مبیع را نآورد، چون که این جای مثلا خرید و فروشی کردن نیست، مخصوصا کسی که در اعتکاف باشد. و این چنین مکروه است عقد ما کان للتجارتی، برای تجارت عقد بستن، این هم یعنی خرید و فروش تجارتی مکروه است. و میگوید چون که مقصد اعتکاف دور شدن هست از مشغولیت های دنیوی و روگرداندن به عبادت. پس وقتی که انسان تجارت کردن مثلا مصروف می شود، این به خلاف اعتکاف هست. و میگوید و کره الصمت ان اعتقده قربة و التکلم الی بخیر، و مکروه هست خاموشی اختیار کردن، این اعتقده قربة، اگر این خاموشی را همچون قربت، همچون تقرب الی الله گمان کند. یعنی اگر گمان کند که خاموش ایستادن این او را نزدیک میکند به الله سبحانه و تعالی یا این به او ثواب می آورد، مکروه است. چون که در اسلام یعنی به سبب خاموش ایستادن، مخصوصا
وقتی که انسان قدرت دارد بر ذکر و اذکار کردن در وقتی اعتکاف مکروه است. در وقتی اعتکاف یا در یعنی چون که در اینجا مؤلف یعنی و مؤلف نمیخواهد که ما گمان کنیم که فقها نمیخواهند که ما گمان کنیم که در این غلط فهمی افتیم که خاموشی اختیار کردن به سبب یک نوع عبادت هست. یعنی صوم و صمت میگفتنی چیز یا روزه خاموشی میگفتنی چیز در ما نیست، در شریعت ما وجود ندارد بیهوده خاموش ایستادن. بلکه اگر کسی در روزهای عمومی بخواهد که یگان کلامی نادرست گوید یا کلامی زشت یا کلامی فحشا گوید، از کلامی پر از گناه گفتن خاموش ایستادن بهتر هست. بله. اما از کلامی نیک گفتن، از ذکر و اذکار کردن، از تحلیل و تحمید کردن، یعنی تحلیل، تحمید، تمجید، ذکر و اذکار کردن، دعا کردن بهتر از خاموش ایستادن حساب می شود در اعتکاف. پس کسی باید این گونه گمان نکند که من خاموش ایستادنم یک نوع عبادت یا قربت هست. می تواند کلامی عمومی یا کلامی مثلا عادی را بگوید، یکم چیز گرفتنی باشد یا دادنی باشد، کسی را فریاد کردنی باشد، این گونه کلام باکی ندارد. اما باید کوشش کند که اکثر کلام خود را با ذکر و اذکار و قرآن خوانی و گپی نیک و گپی خیر مصروف سازد. و تکلم الا بخیر. و تنها یعنی تکلم یعنی گپ زنیش تنها باید برای سخنی نیک باشد. خب یعنی در اسلام خاموشی مطلق همچون عبادتی مستقل مشروع نیست. از همین سبب بعضی فقها گفتند که عبادت در ذکر، تلاوت و سخن نیک است، نه در ترک مطلق سخن. این است مختصر کرده به شما میگویم. خب اعتکاف جای گفتگوی بیهوده نیست، یا اینکه جای بحث کردن یا اینکه گپای دنیوی گفتن. جای ذکر و عبادت و گپی نیک و خیر هست. اما اگر یگان خل سخنی عادی ضرورت شد گفتنش ممنوع نیست، اعتکاف رو نمیشکند. میگوید حرم الوطء و دواعیه و بطل بوطئه و بالانزال بدواعیه. حرم الوطء و دواعیه چی معنا؟ یعنی جماع کردن، وطی کردن و سببهای آن و یا سببهایی که به آن میبرد. دواعی یعنی سببهایی که به او میکشد یا دعوا میکند، دعوت میکند. دواعی گویا دعوت کردن. هم خودی وطی حرام هست و هم چیزهایی که به وطی و جماع کردن دعوت میکند، خب یا انسان رو میکشد. خب الله سبحانه و تعالی در قرآن در سوره بقره آیت 187 میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. در حالی که در مسجدها به اعتکاف نشسته اید با زنان هم بستر نشوید. پس این واضح هست. یعنی و بطل بوطئه، اما اگر کسی معتکف جماع کند اعتکافش باطل می شود، بطل. و بالانزال بدواعیه. خب و این چونین با انزالی که از مقدمه های شهوت به وجود می آید باطل می شود. یعنی اگر مرد حتی انزال کند از سبب دواعی، از سبب مقدمه های شهوت یا از سبب مقدمه های وطی یا چیزهایی که بر وطی میبرد، از سبب آنها هم اگر انزال کند یعنی اعتکافش باطل می شود. سپس مؤلف میگوید ولازمته اللیالی ایضا بنظر اعتکاف ایام. شبها نیز بر او لازم می شود با نظر کردن اعتکافی روزها. ولازمته الایام بنظر اللیالی، و یعنی روزها برای او لازم می شود با نظر کردن شبها، یعنی برای اعتکاف. متتابعة و ان لم یشترط التتابع فی ظاهر روایه. پیوسته یا اینکه پای در پای نیز لازم هست اگرچه یا هرچندی که آن را شرط نکرده باشد، طبقی
روایت ظاهری مذهب. ولزمه لیلتان بنظر یومین، اگر 2 روز نظر کند 2 شب نیز بر او لازم می شود. و صح نیت النهر خاصة دون اللیالی، و اگر تنها روزها را نیت کند یعنی به شبها، این نیت نیز صحیح است. صحیح است نیت کردن روزها مخصوصا یا خاصتا بغیر از شبها. و این نظر اعتکاف شهر و نوى النهر خاصة او اللیالی خاصة لا تعمل نیته الا ان يصرح بالاستثناء. و اگر کسی مثلا نظر کند که من اعتکاف 1 ماه میکنم یا من بر خود نظر 1 ماه رو گرفتم و نیتی روزها رو تنها مخصوصا روزها رو نیت کند یا تنها شبها رو نیت کند، در اینجا میگوید که همون نیتش اعتبار ندارد مگر آنکه استثناء را آشکارا بیان کند. لا تعملو نیتش کار نمی کند یا معتبر نیست مگر اگر اینکه یصرح یعنی که آشکارا و واضح بیان کند بالاستثناء همون استثناء را. دوباره میگویم اما اگر اعتکاف 1 ماه را نظر کند و تنها روزها یا تنها شبها را در نظر داشته باشد یا نیت کرده باشد، این نیت اعتباری ندارد مگر آنکه این استثناء را آشکارا و واضح بیان کند. سپس میگوید والاعتکاف مشروع بالکتاب و السنة. خب پیش از آن که ادامه بدهیم، این بخشش یعنی هنگام نظر اعتکاف شبها عادتاً تابع روزها می باشد. از این رو کسی که چند روز اعتکاف رو نظر می کند شبهای آنها رو نیز ادا می نماید یا اینکه ادا باید نماید. اگر تمام 1 ماه رو نظر کند کلمه ماه هم روز و هم شب رو در بر می گیرد. بنابراین تنها نیتی داخلی برای خارج کردن روزهای شبها کافی نیست. مؤلف میگوید بلکه باید که همون روزهایی که استثناء میکند یا همون بخشی که استثناء میکند باید آن را آشکارا ذکر نماید. سپس والاعتکاف مشروع بالکتاب و السنة، اعتکاف با کتاب و سنت مشروع هست، جایز هست یا اینکه از قسم شریعت هست. و هو من اشرف الاعمال اذا كان عن اخلاص، و اگر با اخلاص انجام داده شود این یکی از بهترین عبادت ها به شمار می رود. هو من اشرف الاعمال، شرفترین اعمال یا بهترین عبادت حساب می شود. و من محاسنه، و از جمله محاسنش یا اینکه فضیلت هایش این است که ان فیه تفریغ القلب من امور الدنیا، که دل را از مشغولیت های دنیا خالی می سازد یا فارغ می سازد. یا این لفظ به لفظ ترجمه کنم یعنی در آن فارغ نمودن قلب هست، دل هست از امور یعنی از کارهای دنیوی، مشغولیت های یا سردردی های دنیا. و تسلیم النفس الى المولى، و تسلیم ساختن نفس خود به مولا یعنی به پروردگار، به الله سبحانه و تعالی. و ملازمت عبادته و بیته، و او را بر ملازمت عبادت و بود و باش در خانه خدا، در خانه الله سبحانه و تعالی وادار میکند. او را در باقی ماندن، در ملازمت یعنی در باقی ماندن، در بودن، مداومت کردن در عبادت و در خانه او یعنی در خانه الله سبحانه و تعالی، بیت الله یعنی مسجد، وادار می سازد. و التحصن بحصنه، و در پناه حفظ الله سبحانه و تعالی او را قرار می دهد. و قال عطاء رحمه الله و نفعنا ببرکته، میگوید که عطا رحمه الله که یکی از تابعین می باشد گفت مثل المعتكف مثل رجل يختلف على باب عظيم يو عظيم لحاجة يو باب عظيم باب عظيم باید باشد مضاف مضاف إليه نه اینکه موصوف صفت. فالمعتكف يقول لا أبرح حتى يغفر لي. عطا رحمه الله میگوید که مثال معتکف، کسی که اعتکاف میکند، مانند شخص است که نزدی در یک بزرگ برای حاجت ایستاده است
پس معتکف میگوید فالمعتکف یقول که من از اینجا نمیروم، لا ابرحو، من از اینجا نمیروم، حرکت نمیکنم تا اینکه مرا بیامرزند، تا اینکه به من را بخشیده شود. یعنی گویا که معتکف نزد الله سبحانه و تعالی به مانند شخصی است که از پس دری یک بزرگی هست و تمام روز و شب در آنجا می ایستد و در انتظار همان شخص یا در انتظار آموزش همان شخص. البته ما در نزد الله سبحانه و تعالی گویا ما از الله سبحانه و تعالی طلب آموزش میکنیم و طلب برکت و مغفرت میکنیم و مانند این است. و در همین جا مسائل سبحان الله به انتها میرسد. در همین جا هست که مسائل فقهی به پایان میرسد و همین خود کتاب به پایان میرسد. اگر باید داشته باشید من برای شما این را فهماندگی بودم که امام حسن ابن عمار الشرمولانی رحمه الله اول وقتی که کتاب نور-ول-ایضاح را تألیف کردن، تصنیف کردن، اول 3 باب را نوشتن. در باب یا 3 کتاب فقهی را نوشتن. در مورد کتاب طهارت، کتاب صلات و کتاب صوم نوشتن. سپس کتاب را به تکمیل رسانیدن، یا اینکه چطوری که در اینجا می آید خاتمه کتاب خود را می نویسد که من این کتاب را به تکمیل رساندم و همین قدر هست. اما سپس بعد از یک چند مدت وقتی که شاگردانش یا مردم از اهل علم یعنی از او پرسان میکنند که میتوانید که کتاب زکات را یا در مورد کتاب زکات و کتاب حج هم تصنیف کنید یا نویسید مقدمات علمی را، سپس بعد از یک چند مدت امام شرمولانی هم کتاب زکات را و کتاب حج را هم می نویسد. بنابراین ما کتاب امام شرمولانی را گویا که با انتها رسانیدیم، کتابی که در اول نوشته بود. اما اضافه زکات و حج را ما نمی کنیم از سببی که زکات و حج حالا برای درجه شما نیست، برای مرحله شما نیست و حتی اگر وقتش رسد ما از یگان کتابی فقهی دیگر میکنیم یا اینکه از همین کتاب میکنیم دیده میشود، چون که باب زکات و باب حج شدیدتر هست، مشکلتر هست و مناسب نیست که از کتابی سهل یا اینکه در وقتی درسای ابتدایی این 2 باب را کرده شود. برای همین گویا که کتاب به پایان رسید. از همین سبب است که در اینجا امام شرمولانی خاتمه خود را ذکر میکند. فراموش نکنید امام شرمولانی سال تولدش 994 هجری می باشد و سال وفاتش 1069 هجری می باشد که تقریبا 1659 میلادی می باشد. برای همین در آخر وقتی که تاریخ را ذکر میکند میگوید که من این کتاب را یعنی فارغ شدم از تألیف کردن این کتاب در روز جمعه مبارک و میگوید که در 24 جماد الاولی تمام کردم سنة 32 بعد الالف، یعنی که در سال 1032 در سال 1032 هجری به انتها میرساند کتاب را و در سال 1069 وفات میکند. تقریبا 40 سال پیش از وفاتش گویا. خب تقریبا من حساب نکردم، اما خاتمه را اکنون میخونیم. چی میگوید مؤلف؟ هذا ما تيسر للعاجز الحقیر، یعنی میگوید و هذا اشاره به کتابش، یعنی این است آن چیزی که برای بنده عاجز و حقیر با یعنی مددی الله سبحانه و تعالی، با کمک الله سبحانه و تعالی میسر گردید. هذا ما تيسر، میسر گردید بعنایتی، با عنایتی یا با مددی، با کمک مولاه القوی القدیر، با کمک الله سبحانه و تعالی یا پروردگاری قوی و قدیر. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. میگوید که حمد از آن الله هست که ما را به این هدایت نمود، اگر او ما را هدایت نمی کرد ما راه نمی یافتیم. و صلی الله علی سیدنا و مولانا محمد خاتم رسله و انبیاه و علی آله و صحبه و ذریته و من والاه. و البته درود میفرسته، درود و سلام بر سیدی ما محمد صلی الله علیه و سلم، خاتم پیامبران، و بر آل و اصحاب و فرزندان و پیروان او باد. و نسأل الله سبحانه ان یجعله خالصا لوجهه الكریم، و از الله سبحانه و تعالی میخواهیم که این عمل را خالص برای رضای خود قرار دهد. و ان ینفع به النفع العمیم،
و با واسطه اون نفع عمومی رساند. اللهم آمین. و ما هم در این مورد دعا میکنیم از الله سبحانه و تعالی که این کتاب رو و این درس ها رو یک واسطه نفع عمومی گرداند برای خواهرانی تاجیکمون. البته برای همه هست، مخصوصا خواهرانمون که در خانه ها یعنی نشسته‌اند، شوق و ذوق طلب علمی رو دارند و میخواهند که حداقل فرض عینی خود را بدانند، علم الحال را بیاموزند. دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی به آنها این درس ها را با واسطه اینترنت برساند. آمین. و یجزل به الثواب الجسیم، و میگوید که یعنی ثواب نیک عطا فرماید. یجزل به میگویم که مثلا شکرا جزیلا، یجزل از همونجا هست، به ثواب الجسیم، یعنی دعا میکنند از الله سبحانه و تعالی که از سبب این برای ما ثوابی کلان، ثواب بزرگ، ثواب نیک عطا فرماید. و یغفر لنا ذنوبنا ولوالدینا و مشایخنا و اخواننا، و میگوید که گناهان ما، پدر و مادران ما، مشایخ ما و همه برادران ما را بیامرزد. و ان یستر عیوبنا و یرزقنا ما تقر به عیوننا حالا و مآلا، عیب های ما را بپوشاند و یرزقنا رزق حلال پاکیزه و برکتناک نصیبمون گرداند. آمین. و صلی الله علی سیدنا محمد. این رو ترجمه کردم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. البته تمام این دعاها رو برای خاتمه میگوید و این رو هم ترجمه کردم که مؤلف این 3 کتابی نور-ال-إزوح را تمام کرد در تاریخی، میگوید که کان الفراغ من تألیفه فی یوم الجمعه، در روز جمعه مبارک در 24 ماهی شهر جماد الاولی سال 1032 هجری فارغ شدم، تمام کردم. الحمدلله کتاب هم به پایان رسید. اکنون من خودم میخواهم که 1-2 کلمه در آخر بگویم. اولا حمد و ثنا برای الله سبحانه و تعالی هست که با فضل و کرم خود به ما توفیق داد تا این سلسله درس های فقهی را به انجام رسانیم. از الله سبحانه و تعالی خواهشمندم که این کوشش ناچیز را قبول فرماید، آن را خالص برای رضای خود قرار دهد و برای خواهران طالب علم، مخصوصا خواهرانمان که در تاجیکستان هستند یا با مشکلات درس میخوانند، منبع نفع، فهم و عمل گرداند. من یعنی آگاه هستم که در طول این درس ها از من نیز خطا یا اینکه سهو یا لغزش سر زده است. این امر است که از طبیعت انسان جدا نیست، خصوصا در حالی که این درس ها را من در کناری مسئولیت های مادری و روزگار خانوادگی درس دادم. روزهایی یعنی بود که من بیمار بودم، خودتون میدونه، روزهایی بود که من به حد خسته و مانده بودم، باز هم درس دادم. روزهایی بود که یعنی اکثر این درس ها رو من در حالتی حامله داری و دل به حضوری درس دادم و چطوری که میدونید در آخر این درس ها رو من در کناری یعنی دخترچم درس دادم، در حالی که با او هم یعنی نگاه بینی میکردم و این درس ها رو هم در کتاب هم یعنی یک طرف به کتاب نظر میکردم و یک طرف دیگر با دخترکم مشغول بودم. از این رو یعنی اگر در جای سهو یابند یا کسی در این درس ها رو، کسی که از اهل علم هست این درس ها رو گوش کند و در جای سهو پیدا کند یا خطای پیدا کند، پس از طالب علمان، از اهل علم یعنی خواهشمندم که آنها را با دلیل و ادب اصلاح نمایند، در کامنتر یا نویسند که یک نقطه در اینجا یا یک اصلاح در اینجا، یا چطوری که میدونید که زبان تاجیکی من آنقدر خوب نیست. من در این طول 2-3 سالی که با شما هستم بهتر و بهتر یاد گرفته ایستادم، اما باز هم یعنی زبان اولی هم نیست، زبان مادری هست اما اولین نیست، یعنی یا اینکه زبانی نیست که با او من در روزمره صحبت میکنم یا استفاده میکنم. از این رو شاید بعضی کلمه هایم نادرست هست یا آنقدر کلمه های مناسب یا روشن نیست. برای همین برای اصلاح شدن یا اصلاح کردن من همه وقت یعنی همه وقت یعنی راضی هستم. قبول کردن تصحیح و اصلاح نمودن خطا این نشانه انشالله اخلاص از طالب علم باشد، نه نشانه نادانی. هیچ کس غیر از انبیا علیهم السلام از خطا محفوظ نیستند، معصوم نیستند.
برای همین از الله سبحانه و تعالی خواهشمندم و دعا میکنم که این عمل رو در میزان حسناتی همه ما قرار دهد. کسانی که گوش میکنند، کسانی که درس میخونند، یا کسانی که اینها رو پیشنهاد میکنند یا نشر میکنند، تمام، یعنی برای تمامی ما الله سبحانه و تعالی اجر و ثواب بی پایان نصیب کند و همه ما را از اهل علم، عمل و اخلاص بگرداند. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.